تخمینا در 10 کیلومتری جبهه جنگ سربازان پیشمرگه دهه‌ای را دور میزنند که اخیراً از تصرف جنگیان گروه افراطی دولت اسلامی آزاد شده است. نظامیان میگویند تحقیق ویرانه ها امکان داد که آنها با شیوه کار این گروه از نزدیک آشنا شوند. در داخل این فروشگاه کارگاه تولید بمب عمل میکرد. جسدهای جنگجویان زیاد است. ما نمیدونیم چند نفرشون کشته شدند و چند نفرشون فرار کردند. خلطه های خون در داخل مسجد جایگیر شدند. این یک حیله دیگری گروه دولت اسلامی است که موقع جنگجویان را از نظر هواپیماهای ائتلاف پنهان میکند. سربازان پیشمرگه تونلی را کشف کردند که جنگجویان توسط آن فرار کردند. تهدید ماشین‌های سرشار از مواد ترکنده و بمبگذاران مرگطلب هنوز هم بزرگ است. ما سلاح داریم اما مثل ارتش عراق خوب مسلح نیستیم. سربازان پیشمرگه از طرف مقابل تونل بیرون می شوند. آنها ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه همراه عملیات پیش می برند، ولی بعضی نافهمی‌ها در بین آنها جای دارد. صرف نظر از پاکسازی منطقه، ساکنان محلی زیاد خوشحال به نظر نمی رسند، زیرا به آنها اجازت نمی دهند که به دهه وارد شوند. نظامیان میگویند دهه امن نیست. ابتدا همه جسدها را باید بیرون آورد و دامهای احتمالی با مواد ترکنده را باید بی‌ضرر کرد.